غرفه ایران ستاره جشنواره بین‌المللی غذا و فرهنگ اسلام آباد. جشنواره بین‌المللی غذا و فرهنگ اسلام آباد با حضور غرفه‌هایی از کشورهای مختلف از جمله ایران در پایتخت پاکستان افتتاح شد. این جشنواره که توسط وزارت امور خارجه پاکستان و با هدف حمایت از برنامه‌های خیریه سازمان ملل برگزار می‌شود، با استقبال گسترده مقامات و بازدید کنندگان همراه بود. خانم ها و آقایان، در اینجا میخوام از همه سفارت‌های حاضر در این جشنواره تشکر کنم، زیرا با حضور خود موجب موفقیت آن شدند. تمامی درآمد این جشنواره صرف امور خیریه خواهد شد. غرفه ایران با ارائه غذاهای سنتی ایرانی و همچنین سوغات محبوب و صنایع دستی با استقبال ویژه علاقمندان به هنرهای سنتی مواجه شد. در جشنواره‌ای که امروز برگزار شده بود، من از غرفه ایران بازدید کردم. بسیاری از صنایع دستی و غذاهای سنتی در این غرفه عرضه شده بود که بسیار جالب بود. حضور فعال ایران در این جشنواره فرصتی برای معرفی فرهنگ، هنر و جاذبه‌های گردشگری کشورمان و تقویت روابط فرهنگی با پاکستان بود. هم کار خیریه است و هم این تبادل فرهنگ و رسوم و آداب همه کشورهاست. همه کشورها اینجا شرکت میکنن، از غرفه‌های دیگر بازدید میکنن. یکی از جلوه‌های ویژه این جشنواره حضور پرشور مردم در غرفه فلسطین و برپایی دیوار همبستگی با مردم این کشور بود که با استقبال گرم و چشمگیر حضار همراه شد. اینجا امروز غرفه فلسطینه، یکی از مراکز توجه همه بازدید کننده ها، چرا که وضعیت این روزهای غزه برای همه بشریت نگران کننده است و ما خواهان پایان دادن به این کشتار گسترده هستیم. در این جشنواره نمایندگی‌های دیپلماتیک کشورهای مختلف از جمله ترکیه، چین، روسیه، مالزی، سوریه و عراق نیز حضور داشتند و جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر خود را به نمایش گذاشتند. برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی و غذایی نقش مهمی در تقویت همبستگی و پیوند میان ملت‌ها ایجاد می‌کند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.